هیچ میدونستی برای اینکه بخوای کسی رو ردیابی کنی یا کسی بخواد ردیابیت کنه اصلا احتیاجی به GPS نداری که بری از بیرون بخری؟ اینو من به شما توصیه نمی کنم، شما هم از من نشنیدین، فقط خواستم راهنماییتون کنم که اگه یه وقتی احتیاجتون شد بدونید که کجا به دردتون میخوره و چجوری بتونید ازش استفاده کنید. همیشه از لینک ها بترسید. تمام. شما با یه دونه لینک هم میتونید دیگران رو ردیابی کنید، هم دیگران میتونن شما رو ردیابی کنن. لینک ها رو دست کم نگیرید. بیا تا بهت بگم چطور میتونی از این لینک ها درست کنی بدون اینکه کسی مشکوک بشه و ردیابیشون کنی. قبل از اینکه بهت بگم فقط چطوریه، پیج رو فالو کن، ویدیو رو لایک کن، بفرست واسه دیگران که میدونی شاید به دردشون میخوره. فقط سوء استفاده از این آپشن نکنید لطفا. وارد یه وب براوزر میشین، عکس یه سگ یا یه گربه رو پیدا میکنید، روی عکس دستتون رو نگه میدارید و لینکی که براتون میاره رو روی شیر کلیک میکنید و بعد گزینه کپی رو انتخاب میکنید. از اینجا وارد یه صفحه دیگه از وب براوزرتون میشین، آی پی لوگو رو جستجو میکنید، وارد این لینک که شدید اون لینکی رو که کپی کرده بودیم توی این قسمت جایگذاریش میکنیم و بعد روی create a short link کلیک میکنیم و میبینیم که یه لینک به ما داد. اینجا لینکی که بهمون داده رو دوباره کپی میکنیم و میفرستیم برای اون شخصی که دوست داریم ترک یا دنبالش کنیم. فقط تو رو خود مواظب باشید و از این آپشن سوء استفاده نکنید. فرستادم برای اون نفری که میخواستم مثلا ترکش کنم یا ردیابیش کنم. وقتی که روی لینک کلیک میکنن عکس اون سگ یا گربه میاد، ولی چیزی که پشتشه اینه که وقتی شما وارد این سایت میشید هم آی پی آدرسشو و هم جایی که زندگی میکنه رو میبینید. روی مور اینفو که بزنید جای دقیقش رو نشونتون میده.